از جایی دور، از دل مزرعه هایی که صبحشان با مه و نسیم آغاز می شود، سفر یک دانه سیب زمینی شروع می شود. سفری که قرار است به لبخند یک کودک یا لحظه استراحت یک بزرگسال تبدیل شود. کامیون ها این هدیه خاک را به کارخانه می آورند، جایی که همه چیز با نظم، احترام و دقت پیش می رود. اینجا هر سیب زمینی مثل یک مهمان ارزشمند تلقی می شود. در نخستین قدم آب جاری و شفاف روی سطح آن می ریزد، خستگی راه را می شوید و آن را برای مرحله بعد آماده می کند. حسگرها و دستگاه‌های هوشمند با نوری آرام دانه‌های سالمتر را انتخاب می کنند. انگار سرنوشت هر تکه از میان جرقه‌های دقیق تکنولوژی عبور می کند. تیغه‌های برش ورقه‌های نازکی می آفرینند. هر ورقه بخشی کوچک از داستانی بزرگتر، داستانی که در دل این کارخانه نوشته می شود. ورقه ها به آرامی در آب گرم شناور می شوند، مثل لحظه ای کوتاه از آرامش قبل از تحول. سپس خشک می شوند، می چرخند و خود را به آغوش روغن داغ می سپارند. اینجاست که تردی متولد می شود. اینجاست که طلایی شدن معنای واقعی می گیرد. وقتی چیپس ها از روغن بیرون می آیند، هوای سرد و فنهای سنتی آنها را آرام می کنند. انگار زندگی تازه‌ای به آنها بخشیده می شود. درام طعم‌دهی اولین لمس محبت را اضافه می کند. پودرها با رقصی نرم و هماهنگ روی چیپس ها می نشینند و طعم، همان طعم آشنا، کامل می شود. سپس نوبت انسان است. کارگرانی که با لبخندی کوچک اما با قلبی بزرگ کیفیت را بررسی می کنند تا مطمئن شوند هر بسته هدیه‌ای خوشحال کننده برای خانه‌های دیگر باشد. در نهایت چیپس ها آرام درون بسته ها قرار می گیرند. کیسه ها بسته می شوند. کارتون ها چیده می شوند و محصول آماده رفتن به سفری تازه می شود. سفری به سمت خانه‌ای که شاید لحظه‌ای ساده را خوشمزه تر کند یا جمعی کوچک را کنار هم شادتر. این داستان تولد یک بسته چیپس است، از خاک تا لبخند.